الرحيم. الحمد لله الذي قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تتولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. والصلاة والسلام على رسوله قال في خطابه: صلوا كما رأيتموني أصلي. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اولا پیش از آغاز صحبت میخواهم یک جایه با شما دستی به دعا برداریم و در این ساعتهای اجابت دعا از پروردگار خود طلب کنیم تا که آن مقصود و مرامی که در دل داریم خداوندمان در این روز در این ساعت از ما و شما اجابت کند. خدای مهربان به حرمت این بندگان موحدت و به حرمت این خانه خودت، به حرمت این روز جمعه، خدایا اهل این جماعت ما را هر مراد، هر مطلوب، هر مقصودی که در دل دارند، انک انت السمیع العلیم، خدای مهربان برآورده بگردانی. و خدایا گذشتگان این جمعیت ما را رحمت و مغفرت بگردانی. خدایا بیماری های این جمعیت ما را شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردانی. بندگانی که خدایا مبتلای قرضند، خدایا قرضهاشون کنده بگردانی. و بندگانی که امروز در مسافرت هستند، خدایا سفرهاشون با برار و بی خطر بگردانی. و خدایا عبادت هایی که به سوی تو انجام میدهیم به درگاهت خدایا مقبولش بگردانی. و خدایا رهبریتی که امروز بالای مردم تاجیکستان است، علی الخصوص رئیس جمهور، خدای مهربان توفیقش را رفیق بگردانی، عمرش را دراز بگردانی و جمیع آن عملهای نیکی که در دل دارند خدای مهربان با این عملهایش موفقش بگردانی. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار برحمتك یا ارحم الراحمین. پیش از آنی که به مسجد می آمدم، پیش راه ما را سه خواهر اسلامی گرفت و با آب چشم از ما یک سؤال کردند که سؤال این خواهرها این بود که با این قوم جمعی که خیلی زیاد در مسجد جمع می شوند، یک جای دعا کنین که تا که خداوند روز را بالای ما بیارد که ما هم در نمازهای جمعه اشتراک کنیم. و البته ما به این خواهرها خبر دادیم که انسان باید ناامید نباشد. انشاءالله ساعتش می آید که شما هم در نمازهای جمعه آزادانه آمده اشتراک میکنید و الحال اگر شوهردار باشین تا صادر شدن این قانون خدمت شوهرها را کنین، انشاءالله ثواب همین جمعه را شما میگیرین.
و اگر شوهر نداشته باشین خدمت پدر و مادر کنین، انشاءالله شما ثواب این جمعه را نائل میشوین. و البته من هم باوری کامل دارم که روز میرسد که کسانی که مسئول این قانون هستند البته این قانون را صادر میکنند و خواهران ما و شما هم از پند موعظه های ما و شما هم برخوردار میشوند. البته گفتن در حق رئیس جمهور، انشاءالله ما رئیس جمهور را در هر جمعه من دعا میکنیم و حتی در الهیدگی هم در حق ایشان دعا میکنیم. چگونه ای که اینقدر عملهای خیری که در تاجیکستان ما کردن، اینجا یگان خودستایی و تعریف کردن نیست، بلکه ما خود به چشم میبینیم. آنچه را که به چشم انسان بیند از عملهای ایشان باید که البته تصدیق کند. چقدر آبادی هایی که در تاجیکستان ما شد، حتی همون مملکت شوروی که اینقدر ابوالقدرت بود، آن عملهایی را که این رئیس جمهور امروز انجام داده ایستادند همان ملک به ما نکرد. همان دولت با این قدر قدرتش هیچ وقت به ما راه پاییز، راه قطاره را به کلاب آورده نرسانید، یا تونل انزاب و یا تونل در شرشر برای ما و شما نکند. امروز از دست این ایشان البته این عملهای خیر انجام یافته ایستادند و علل خصوص این شهر ما و شما چه یک بگیم زیباگی پیدا کرده است که هر جانبی نگاه میکنی یک عمارت نو و زیبا در شهر ما و شما پیدا شده است. و انشاءالله این صادر کردن قانون هم یک عمل خیر است. انشاءالله من باوری دارم که روز میرسد که این قانون هم با دست خود رئیس جمهور البته امضا می شود و خواهرای ما و شما هم در نمازهای جمعه ما و شما هم آمده اشتراک میکنند. انشاءالله من این باوری دارم که روز می شود که این عمل خیر این رئیس جمهور ما و شما البته اجرا میکند. مسجد جای سیاست نیست، لیکن من یک منظره را برای همه بیان میکنم. چگونه ای که من دائم قید میکنم اخبارهای زیاد تماشا میکنیم، چه از الجزیره و چه از خبرهای روسی. اگر شما دیده باشین تخمین 4 روز پیش بود یک سمالیات کلان 500 نفر ازبک در داخلش سوار و در شهر رومینیا رفته فرآمدند. بیزاری از رئیس جمهور کردند، از رئیس جمهورشون کردند و نمیخواهند که در همون سرزمین دیگه زندگی کنند. الحمدلله که مردم ما یک زمانی بود که یک جنگ جنجال، یک نافهمی شد و مردم بر هر طرف پریشان شدند و رئیس جمهور چی گفت؟ تا وقتی که یک نفر در اون طرف آب است من آرام نمی نشینم. و الحمدلله که امروز همه ما و شما سرجم شدیم، همه یکدیگر را فهمیدیم. باید که البته دعاگوی ایشان همه وقت ما و شما باشیم. البته میخواهند بسیار از دشمنهایی که میخواهند امروز فضای همین تاجیکستان ناآرام کنند. باور کن من از شما در سین سالم خورد هستم، در فهمیشم کم هستم، لیکن من همین قدر تصور میکنم که همین مسجدی که دروازه گشاده دارد و همین جمعیتی که در اطراف کلمه لا اله الا الله جمع شدن، همین خودش برای ما و شما بسنده هست. چقدر آرامی در اطراف ما و شما هست. الحمدلله روز به روز انشاءالله بهبودی های زیاد می شود. فقط هوشیاری را از دست نتین و با هر یک گفته های هر کس هم باورم نکنین و در زبانتان هر گونه دشنام و سخنهای قبیح را هم راه نتین، زیرا البته ما و شما در این سخنهای خود گناهکار می شویم. موعظه ای که امروز در این جمعه، چگونه ای که جمعه پیشین خبر دادیم
که صحبت میکنم این نماز است که با تکلیف چندین برادرانی که در این مسجد ما و شما نماز میخوانند تکلیف ها کردند که در باب نماز، در باب فضیلت نماز و کسانی که نماز نمیخوانند چی وعیدهای خداوند و پیغمبر است به ما خبر بده. الحمدلله که این ساعت هم به ما و شما دست داد و خدا خواسته باشد در دوام 1 ساعت آن چیزی که خداوند و پیغمبرش به ما و شما خبر داده است به سمع شما میرساند. نماز این ستون دین است. همه ما و شما ستون میدانیم. هیچ عمارت به پایه نمی ایستد. هر یک چیز دنیا به خود یک پایه دارد. نماز هم پایه دارد، اسلام هم پایه دارد که پایه اون نماز است. نماز ستون دین است. نماز این نور مؤمن است. نماز این چراغ قبر هست. نماز این تاج مؤمن در روز محشر است. نماز این مهر حورهای جنت است. در دنیا ما و شما وقتی اگر یک دختر را در نکاح خود درآوریم با او قلین میدهیم، مال خراجات میکنیم و او را در نکاح خود میدراریم. رسول اکرم میگوید قلینگ حورهای جنت این نماز است. نماز این کلید بهشت است. نماز این کورکننده چشم شیطان است. نماز این نور چشمان حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. و جعلت قرة عین فی الصلاة، گفت پیغمبر. نماز این برکات عمر ما و شماست. نماز این فراوانی رزق در خاندان ما و شماست. نماز این جدا کننده بین مسلمان و بین کافر است. نماز این یراق مسلمان علیه کافر است. نماز این منع میکند صاحبش را از جمیع کارهای ناروا. الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، خدا میگوید نماز صاحب خودش را از همه کارهای ناروا منع میکند. نمیگذارد که صاحبش دست به جنایت زند، دست به کردارهای ناخوبی که شریعت او را منع میکند، این نمازخوان دست به او جنایت زند. نماز این با احترام و با حرمت میکردگی صاحبش هست، چی در دنیا چی در آخرت. و از همه مهم این که نماز این رضاگی خالق ما و شماست. از نماز ما خداوند خوشنود می شود. گنجینه در این عالم ویرانه نماز است. شاعر بسیار خوب برای ما و شما ایجاد کردند.
گنجینه در این عالم ویرانه نماز است. انشاءالله این شعرهایی که من میخوانم خیلی عادی و ساده هستند. همه شما میدانین گنج چی است؟ خزینه طلا و نقره را، اینا را همه را گنج میگویند، گنجینه است. گنجینه این عالم ویرانه نماز است. گنجینه در این عالم ویرانه نماز است. توحید بود باده و پیمانه نماز است. توحید بود باده و پیمانه نماز است. بی سجده به درگاه خدا راه نتوان یافت. بی سجده به درگاه خدا راه نتوان یافت. گر کعبه روانی در آن خانه نماز است. این بار عظیم است که بر کوه گران است. این بار عظیم است که بر کوه گران است. این نور درون دل عشاق نهان است. غافل چوز تعظیم خدای تو چی دانی؟ یک سجده آگاه بهای دو جهان است. یک سجده آگاه بهای دو جهان است. خداوند در سوره احزاب در آخران آیتهای این سوره مبارکه میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. خداوند به ما و شما در این آیه های مبارکه خبر می دهد. چی می گوید؟ ما بار امانت را به کوها، به آسمان، به زمین پیشنهاد کردیم و گفتیم ای 7 آسمان، ای زمین سخت، ای کوهایی که برجسته هستید، آیا این بار امانت را قبول میکنید یا نه؟ زید ابن اسلمه حضرت مالک روایت میکند که الامانت ثلاثه، امانتی که پروردگار گفته ایستاده است که ما این را در آسمان و زمین کوها پیشنهاد کردیم که امانت را قبول میکنید. زید ابن اسلمه میگوید که آیا میدانید که امانت چیست؟ الصلاة والصوم والغسل من الجنابه. امانت حضرتا تحلیل کردند که خداوند مقصدش از این امانت این نماز است، روزه است، غسل از جنابت است. خداوند، مفسران میگویند که پیش از آنه که امانت را خداوند به کوها و زمین و آسمان پیشنهاد کند، چگونه ای که انسان عقل دارد، این عقل را هم خداوند بر زمین و بر آسمان و کوها داد. بعد خداوند این امانت پیشنهاد کرد که آیا همین نماز قبول میکنین یا نه؟ فابین ان یحملناها و اشفقن منها. خداوند میگوید وقتی ما نماز در این کوها که پیشنهاد کردیم، آسمان را پیشنهاد کردیم، این زمینی پهنی که
حد و کنار ندارد، وقتی پیشنهاد کردیم فابین ان یحملناها، ابا کردن، سر کشیدن، نه از جهت مخالفت بلکه از جهت مخافت بود، یعنی از حساب ترس بود قبول نکردن. گفتم پروردگارا این عبادتی که به ما پیشنهاد میکنید چی معنی دارد، چی است؟ خداوند چی گفت؟ این احسنت جوزیت و این اسأت عوقبت. گفت ای اهل کوها، ای اهل زمین، این عبادت من این گونه عبادتی هست که اگر ادا کردین من در عوض این برای شما نیکی می نویسم و در بدل این شما را وارد جنت میکنم، و اگر شما قبول نکردید و ادا نکردید من شما را عذاب میدهم. کوها، آسمان و زمین از این عبادت، از این امانت رو گردانیدن از حساب ترس که مبادای که ما ترک سازیم و در عقوبت خدا گرفتار شویم. اونها چیکار کردند؟ پشت گردانیدن و قبول نکردند. آسمان بار امانت نتوانست کشید. حافظ میگوید آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام منی دیوانه زدند. در دوامش خداوند میگوید و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. لیکن این امانت را، این نماز را وقتی ما به آدم پیشنهاد کردیم آدم قبولش کرد، گفت پروردگارا من قبول کردم. حضرت عبدالله ابن مسعود نزد پیغمبر خدا آمدند و میگوید از پیغمبر خدا پرسیدم یا رسول الله ای عملی احب الی الله تعالی، ای پیغمبر خدا من میخواهم که از زبان مبارک شما بفهمم که کدام عمل در نزد پروردگار محبوب ترین عمل به حساب می رود. از همه عمل دیده کدام عمل در من چنگ زنم که در نزد خداوند محبوب به حساب می روم. یعنی صحابه های پیغمبر آن عمل هایی که به سبب کردنش در نزد خداوند محبوب می شدن، اون عمل ها را جستجو می کردن که با کدام راه ها با خداوند ما نزدیک شویم، با کدام راه ها محبوب پروردگار شویم. چگونه که امروز این بندگان فقط و فقط در تلاش دنیا هستند، در تلاش عملهای ناخیر ناصواب هستند، صحابه های دوره پیغمبر از این عملها ثواب میکردند که پیغمبری خدا محبوب ترین عمل در نزد خدا کدام عمل است. زیرا آنها میدانستند که وقتی که اگر خداوند آنها را محبوب خود گرداند، البته به البته این یک شرف است، این یک نعمت کلان است که وقتی بنده را خداوند دوست می‌دارد. اذا احب الله عبدا نادى جبرائیل ان الله يحب فلانا فاحبه فيحبه جبرائیل فينادى في اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبه. پیغمبر خدا میگوید وقتی که بنده ای را که خداوند دوست می‌دارد در حال جبرائیل فریاد میزد است جبرائیل نزد من بیا، تو میدانی که من فلانی ابن فلانی را که در زمین زندگی دارد من وی را دوست می‌دارم. فاحبه، جبرائیل تو که ملائک مقرب من هستی تو هم وی دوست بدار.
فیحبه جبرائیل، پیغمبر خدا گفت وقتی که این فرمان از نزد خداوند که جبرائیل میگرفت است که تو هم وی دوست بدار، در حال میگفت است پروردگارا مادامی که اون بنده را که شما که دوست بدارین، تو که دوست بداری، ما هم دوستش داشتیم. بعد از آن جبرائیل چیکار میکرده است؟ در همین آسمان کلان در بین تمام ملائکه ها فریاد میزد است که ای جمع ملائک، الحال خداوند محبوب بودن خودش را با فلان بنده در نزد من آشکار کرد. از این خاطر همه شما ای اهل زمین، ای اهل آسمان، فلانی را دوست بدارید. همه اهل آسمان همون بنده را دوست می داشتند. ثم یوضع له القبول فی الارض، رواه مسلم. این حدیث مسلم است. بعد از آن جبرائیل بر تمام اهل زمین هم ندا می کرده است که خداوند در دل همه بندگان محبت همون فلانی را چکار میکرده است؟ جایگیر میکرده است که حتی که مردم هم همون بنده را دوست میداشته. اگر الله شود از بنده راضی، به او یار است استقبال و ماضی. البته کسی را که خداوند دوست داشت، هم دنیا و هم آخرتش برای او چی است؟ نیک است. حضرت عبدالله ابن مسعود گفتن پیغمبر خدا برای من خبر بده کدام عمل از همه ده عمل محبوب تر به سوی خداوند است. رسول اکرم اولین عملی که نام گرفتن چی بود؟ الصلاة علی وقتها. محبوب ترین عملی که در نزد خداوند قدر دارد، قیمت دارد، ای عبدالله، این نماز در وقتش خواندن است. افسوس که امروز مردم مسلمان خواندن نماز یک جانب، وقتی نماز نمیداند. وقتی نماز نمیداند که وقتی نماز کی می شود. خداوند در قرآن در سوره نساء به ما و شما میگوید فاقیموا الصلاة ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ما نماز به تمام بندگان خود فرض گردانیدیم و برای هر یک نماز وقت معین جدا کردیم. یعنی هر یک نماز به خودش وقت دارد. باید که هر یک نماز ما و شما در وقتش ادا کنیم. امروز اکثر سوال ها و اکثر مراجعت هایی که هست در اکثر مسجد ها در وقت هیچ کس رعایت نمیکنه. اندک از شام میگذرد در حال نماز خفته نمیخواند. حالا که شما آگاه باشین که خداوند احتیاج به نماز شما ندارد. ما و شما هر عبادتی که میکنیم برای جان خودمان میکنیم، برای راحت خودمان در آخرت میکنیم. رسول اکرم میگوید بهترین عمل، محبوب ترین عمل در نزد خداوند این نماز در وقت خودش خواندن است. ثم ایون یا رسول الله. عبدالله دوام دادن پیغمبر خدا بعد این عمل باز کدام عمل در نزد خدا محبوب تر است؟ رسول اکرم گفتن بر الوالدین، با پدر و مادر نیکویی کردن. کسی که پدر و مادرش راضی میکند، کسی دعای پدر و مادر را میگیرد، رسول اکرم میگوید که این انسان در نزد خداوند محبوب به حساب میرود. شما محبوب خدا هستین کدام زمان؟ زمانی که اگر نماز در وقتش میخوانین و پدر و مادر از خودتان راضی میگردانید. ثم ایون یا رسول الله، بعد از آن کدام عمل در نزد خدا محبوب تر است؟ رسول الله گفتن الجهاد فی سبیل الله، جهاد در راه خدا کردن. چی با زبان باشد، چی با دست باشد، در راه خدا خدمت کردنم. رسول اکرم گفتن که اینم یکی از عملهای محبوب ترین در نزد خدا به شمار می رفته است. البته خوش به حال همون برادرانی که امروز نماز میخوانند، 5 وقت نماز در وقت خودش میخوانند، همچون تصور کنن که در محبوب ترین عملی که خداوند او را محبوب خود خوانده است اینها چنگ زده ایستادند و شما به سبب این عملتون در نزد خدا محبوب به حساب می روید. یعنی عاشق خدا هستید شما.
دوستدار خداوند هستید. شما خدا را دوست می‌دارید و خداوند شما را دوست می‌دارد. و دیگر فراموش نکنیم که حدیث عبدالله ابن عمر است: بنی الاسلام علی خمس. ببینید اسلام، کسانی که دعوا میکنند که ما الحمدلله مسلمان هستیم، باید اسلام اونها از 5 دیوار، از 5 پایه باید که عبارت باشد. اول چی هست؟ شهادت ان لا اله الا الله و محمدا عبده و رسوله. اولین پایه اسلام این شهادت کلمه لا اله الا الله محمدا عبده و رسوله است. یعنی کسی که اگر لا اله الا الله محمد و رسول الله میگوید، تصور کند که وی الکی یک پایه اسلام خود مستحکم کرده است، الکی وی در همون حلقه مسلمان ها داخل شده است. چگونه ای که امروز بزید کلمه لا اله الا الله ایزا رفته ایستاده است. یعنی همین نصرانی هایی که امروز در کلاب ما و شما و بیرون از شهر ما و شما تبلیغ های نصرانی دارند، اونها زید کلمه لا اله الا الله هستند، زیرا اونها یگانگی خداوند اقرار ندارند. اونها بلکه در ذات پروردگار فرزند داخل میکنند، مادر داخل میکنند، چه حضرت عیسی را چه مادر حضرت عیسی را. اون روز به گوش ما یک خبر آمد که در میکرریان با دست همین مردم تاجیک ما و شما در همین سلفنایی که 20 درمایی که داریم پر از لباس و 10 سامان در بالاش در هر خانه می درآیند می دهند با یک کتاب حضرت عیسی. این تبلیغ نصرانی ها هست. باز مردم ما چی گفتن؟ گفتن خیلی فرقش چیه آخی؟ اینا هم خدا میگن، اونهاش هم خدا میگن. لیکن چشم اونها را همون 4 لباس کافره که با یک تنه نجاست آلوش پوشیدگی است، همون چشماشون کور کرده است. فکر میکنن تمام با همین اکن آخرت هم خریدیم. لیکن همه شما برادرای عزیز خیلی باور کنین، بیدار شوین، خیلی زیرک باشین. با 100 سامان و 200 سامان و $100 و $200 او دنیا و قیامت تان نفروشین. بسیار خطری کلان دارد، بی نهایت خطرش کلان است. شما حق دارین که همون سیدکه را در سرش میزنین، از نزد خانه پیشش میکنین. اونا نه مهمان حساب میخورن، نه در قطار انسان ها داخل میشوند. اونا کسانی هستند که همین فضای آرام تاجیکستان ناآرام میکنن. اونا برادر تر نصرانی میکنن و خود تر محمدی میکنن و هر دی ما و شما را جنگ میاندازن. برای ما و شما چی لازم دیگر؟ از همین اسلام ما و شما چی سهو و چی خطا دیدیم که چند بعد دین نصرانی میزنیم؟ از همه خطر کلانش انا همین روز انا این است که عاقبت بعد 3 سال و 5 سال باز در همین مملکت ما و شما از حساب همین پلیدها باز یک جنگ دیگر تیار است. امروز هر کس که اگر دوستدار تاجیکستان است، هر کس که همین آرامی تاجیکستان را میخواهد، بجز دین اسلام و مذهب ابو حنیفه دیگر همش باور کنید دشمن تاجیکستان هستند. امروز مردم تاجیکستان همین رویه و همین دین قبول دارد. دیگر اختلاف ها در بین ما چی در کار؟ چی لازم ما در رویه سلفیش؟ چی در کار ما در رویه وهابیش؟ چی در کار ما در شیعهش؟ چی در کار ما در نصرانیش؟ الحمدلله که ما مسلمان هستیم. از ابو حنیفه چی غلط چی خطا دیدند که امروز سوال حالی در پیش من است. مذهب چی در کار؟ ترا صدقه مذهب کند. اما مذهب بود که 1450 سال شد یا زیادتر شد که امروز دین به ما و شما به یگان خلل به نقصان آمده است.
گفتی یک برادر داملا که اگر با اینها میشد الکه در دوام نیم ساله این اختلافا را ببین. یکم کلمه شهادت، یکم پایه اسلام ما و شما این کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله هست. دوم چی است؟ دوم پایه اسلام ما و شما و اقام الصلات. دوم پایه اسلام ما و شما این 5 وقت نماز در وقت خودش ادا کردن است. این بسیار مهم است. این 5 چیزی که الحال من برای شما بیان میکنم اگر در کدام ما و شما نباشد یقین داند که اسلام او ضعیف است، اسلام او قوی نیست، مسلمانی او مسلمانی پره نیست. دوم 5 وقت نماز داشته باشد. اگر گوید مسلمان من نماز نمیخواند این خودش معلوم است که یعنی اسلام او پایه ندارد، اسلام او معنی ندارد. مثل یک خانه ای که از 4 طرف دیوار شده است، وقتی اگر یک طرف همون نباشد آیا در همین خیل خانه زندگی کردن جایز است و درست است؟ البته جایز نیست، درست نیست. و زندگی هم در این خیل خانه ناممکن است. و سوم پایه اسلام ما و شما و ایتاء الزکات. رسول اکرم گفتند سوم پایه اسلام شما این دادن زکات است. من جمعه پیشین گفتم کمی در این باب با شما صحبت میکنم، زیرا که امروز ممکن که زکات قریب که از بین نابود شده است. حالا که رسول اکرم میگوید از زکات قنطره الاسلام، زکات این یک کوپروک اسلام است. بین هر جایی که اقام الصلات می آید ایتاء الزکات از پسش می آید. هر جایی که خداوند امر میکرد که نماز خوانید از پسش حتمی امر است زکات مال هم دهید. حسنوا اموالکم بالزکات. پیغمبر میگوید شما ای مردمی که دولت دارین، سهولت دارین، شما مالهاتون با زکات محافظت کنید. یعنی شما میتوانید که از دزدها و میتونید که از شکستن دولتان فقط با زکات پیشگیری کنید. اگر وقتی شما از مال خود زکات میدهید این معنای او را دارد که شما در نزد دولتتان پاسبان آورده ماندین. دیگر مال شما را انا همون زکات شما چکار میکند؟ محافظت میکند. در حدیث های پیغمبر می آید که و من لم یزکی فلا صلات له. کسی که اگر از مالش زکات نمیدهد همچنان است که وی نماز در نزد خدا ندارد. اگر نماز هم که خواند زکات ندهد در نزد خدا نمازش قبول نمی شود. من یمنع الزکات عند الله بمنزلة اليهود والنصارى و من یمنع العشر عند الله بمنزلة المجوس. پیغمبر خدا گفتند کسی که اگر در دنیا زکات نمیدهد از مالش در نزد خداوند چی مرتبه دارد؟ مرتبه یهودی و نصرانی ها را دارد. کسی که اگر از زمینش عشر نمیدهد، آدم هایی که با زمین سر کار دارند، اگر اینها از زمین هاشون عشر ندهند عند الله بمنزلة المجوس حکم آتش پرست را دارند. آتش پرست یهودی نصرانی در نزد خدا کافر هستند. کسانی که از مال زکات نمیدهند، از زمینشان عشر نمیدهند، نزد خداوند پیغمبر خدا گفت حکم اینها حکم کفر هست. $1000 داری، 1 سال همین سوم در دست تو بود، کم نشد بلکه زیاد شد، از $1000 $25 بده.
نه پولی مشکلی، نه اونقدر پولی کلانه. اگر مالدار باشین، از 30 گاو 1 گاو، طبیع و طبیعتون میگوید، یعنی 1 گاو 1 ساله، خواه ماده باشد خواه نر باشد. اگر 40 گاو داشته باشین، مسین او مسینتون، 1 گاو ماده یا نر 3 ساله باشد از 40 گاو. اگر 40 بوز و گوسفند داشته باشین، 1 گوسفند دهین. سبکی را بینین. اگر 121 گوسفند شود 2 گوسفند دهین. اگر 201 گوسفند شود 3 گوسفند دهین. اگر 400 گوسفند شود 4 گوسفند دهین. 400 گوسفند 4 گوسفند دهین. تا چندی که مال بالا رفت، این حکمت دارد. آدم تا چندی بخیل می شود، تا چند مال زیاد جمع شد تا چند مغرور می شود. تا این خداوند چند مال بالا شد همون قدر زکات او را، عشر او را کم میکنه. خداوند در قرآن سوره توبه چی میگوید؟ والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونه فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم. کسانی که در دنیا مال و اسباب و انجام و دیگر گاو و مالشان جمع میکنن و به مردم عشر و زکات نمیدهند، به آنها خبر بدهین به عذاب دردناک در روز قیامت. کسی که اگر در دنیا مال و چه از پول و چه از چاروا جمع میکند یا چه از زراعت هاشون جمع میکنن و به مردم عشر نمیدهند، زکات نمیدهند، خدا فبشرهم بعذاب علیم، اونها را خبر بتین، بشارت چون بتین با یک عذاب دردناک در روز قیامت. در روایت ها از پیغمبر می آید که کسی که در دنیا مالی بسیار دارد، مثل که گوسفندی زیاد دارد یا گاوی بسیار دارد، لیکن در دنیا زکات نمیدهد، روز قیامت پروردگار همون چارواها را همش حاضر میکند و همه اونها را شاخ میدهد و این صاحبی خودش در محشرگاه پیش میکنند و با همین صاحبی خودش حمله میکنند و با اون شاخهای تیز همون صاحبی خودش لط کوب میکنند و زیر سم بی خود قرار میدهند. کسانی که در دنیا از مالها و از همون چاروای خودشون چکار نمیکنند؟ حق جدا نمیکنند. یوم یحم علیها فی نار جهنم فتکوی بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم. خداوند در دوام این آیت میگوید روز قیامت این مالهای شما را، این پول و مال شما را ما با همون آتش ها مبدل میکنیم و با این طلا و نقره و مال و پول شما ما پهلوهای شما را میسوزانیم، ما پیشانی های شما را میسوزانیم، ما پشت و کمر شما را میسوزانیم با این مالهایی که در دنیا شما جمع کردیم و از این چکار نکردین؟ زکات ندادین. خوش به حال همون برادرانی که امروز البته از مال خود زکات میدهند، از زراعت های خود زکات جدا میکنند و این قله در عباره مختصر میاد که اگرچه زراعت شما کم هم که گیرد باید از 10 کیلو 1 کیلو شما عشر جدا کنید، چه از میوه های خانه باشد چه از میوه های عدیر باشد فرقی ندارد. هر یک میوه‌ای که در خانه ما و شما میگیرد از 10 کیلو یا از 10 دانه 1 دانه، از 10 کیلو 1 کیلو باید ما و شما جدا کنیم. باید حق اینها را به مسکین و فقرا و بیچاره و آدم‌هایی که محتاج هستند به آنها برده دهیم. امروز باور کنین مسجدها احتیاج زکات دارند، مکتبها هم احتیاج زکات دارند، همه مؤسسه ها احتیاج به همون زکات دارند. خوش به حال هم برادرانی که امروز چه از مسجدها دستگیری میکنند، چه از مکتبها دستگیری میکنند، چه از همون صغیر خانه هایی که هست چه از اونها دستگیری میکنند. انشاءالله مال اینها هم تازه میشود. شما تصور کنید که اگر مالی که شما دارین از او زکات جدا نمیکنین، چی خوک حرام است چی همون مالی داشتگی شما حرام است. مالی که اگر از او زکات جدا نشود وای خوردن او برای شما حلال نیست دیگر.
فقیهای ما و شما میگویند که تصور کنین که همین مالی را که تا اگر گردنی را ذبح نکنین باقی مانده تنی او بر شما حلال نمی شود، اگر همین مالی را که از زکاتون جدا نمیکنین باقی مانده مال برای شما حلال نمی شود. اون مال چی همون حرام کرده خدا، چی این مالی که شما جمع کردین، هر دوش بد برابر است. سوم پایه اسلام ما و شما این دادن زکات است که باید ما و شما از مال خود زکات دهیم. چهارم چی هست؟ چهارم این حج است. بینین از همین 5 پایه اسلام شهادت دادنش برای همه هست، نماز خواندنش برای همه هست، چی شاه باشد، چی گدا باشد، چی بیمار باشد، چی تندرست باشد. لیکن دادن زکات فقط برای آدمای ثروتمند هست. کسانی که دست دارند، دست رسا دارند، پول دارند، در گردن اونها فرض است که باید که زکات دهند. و چهارم ارکان اسلام این حج است. حج هم در ذمه همه نیست، بلکه در ذمه آن کسانی هستند که مال بر نصاب دارند، یعنی با دولت هستند. رسول اکرم میگوید من مات ولم یحج فلیمت ان شاء یهودیا و ان شاء نصرانیا. کسی که اگر دولت دارد، مال دارد، لیکن حج نمی رود، میگوید حج کجا میرم؟ ولی در عقیده ما و شما همین هم داخل شده است. حج کجا میره؟ دل بنده مومن آزار نته. یا حج کجا میره؟ اینجا یگان آدم دستگیری کن، یگان کس یک فقیر دست، مثال مسلم در دست فلان فقیر بته حج میشد. نه، با دادن این خیر احسان اگرچه در گردن شما آدمای دولتدار خیر احسان کردن هم که فرض باشد، لیکن حج هم فرض است. با دادن خیر احسان و با معامله خوب از گردن شما حج ساقط نمی شود. رسول اکرم میگوید که من مات ولم یحج، کسی که اگر از دنیا میگذرد و حج نمیکند، بازم این که وای پول دارد، مال دارد، فلیمت ان شاء یهودیا و ان شاء نصرانیا، بس وای مرد است، هلاک شده است در دین یهودی و در دین نصرانی. کسی که دولت دارد، سهولت دارد، وای اگر حج نکرد و یعنی از دنیا ایمان نمیبرد. گفتم پیغمبر خدا من خرج من بیته حاجا او معتمرا و مات اجری له اجر الحاج والمعتمر الى یوم القیامه. پیغمبر خدا گفت که اگر کدام حاجیه که از خانه برآمد به اراده حج کردن، خواست که به حج رود، در این اثنا خواه از خانه بیرون وفات کرد یا در راه وفات کرد، این تا حال تا سمالیات سوار نشیدن اگر از دنیا گذشت، رسول اکرم چی گفتند؟ گفتند که با این آدمی که اراده حج کرده است تا روز قیامت هر سالی که حاجی ها حج می روند یک حج یک عمره در نامه اعمالش خدا می نویسد. کسی که از خانه اگر می براید به اراده حج، خواه در راه در صدمه راه دچار می شود، خواه در راه بیمار می شود، می مرد، یعنی تا روز قیامت پیغمبر خدا گفتند یک حج یک عمره خدا در نامه اعمالش هر سال می نویسد. و این بنده روز قیامت از گروه حاجی ها سر می بردارد که به همه ما و شما معلوم است که خداوند در قرآن می گوید مکافات حاجی در روز قیامت جنت جاودانی هست. هر کسی که اگر حج میکند، هر کسی که مبلغ صرف میکند، این موضع مقدس می رود و گشته آمده فعل اخلاقش دیگرگون می شود، باز ایمانش کاملتر می شود، اینها را مکافات رسول اکرم گفتند که و خداوندم گفته است که جنت جاودانی هست. و کسی که از خانه گفت پیغمبر خدا بیرون می شود و مات فی احد الحرمین، اگر در یکی از حرمین از دنیا میگذرد، حرمین گفته هم مکه مکرمه را، خانه کعبه را حرم میگویند، هم موضع
پیغمبر خدا جایی که خوابیده است در مدینه ایرم حرم میگویند. اگر رسول اکرم گفت که حاجی که از خانه برآمد اگر در مکه از دنیا بگذرد یا اگر در مدینه از دنیا گذرد، این مکافاتش چی است؟ لم یحاسب یوم القیامتی، روز قیامت این توده مردمی که در سوال و جواب راست میشوند، این بنده ای که در یکی از این حرم ها از دنیا گذشته است، برای این حساب نیست. برای این آدم در قیامت هیچ حسابی ندارد. این خداوند چی میگفته است؟ ادخل الجنت، رو تو وارد جنت شو، زیرا تو به نهایت یک اراده خوب کردی. هست برادرای ما و شما دولت دارن، مال دارن، لیکن حج نمی روند، یا از راه می ترسوند، یا که از خراجات پولشان می ترسند، یا که امروز بعضی بدعت هایی که در ما و شما پیدا شده است که بسیاری حاجی ها را ترسان کرده است. قریب بگیم یک ماه بعد آمدنش خانه همون را دیگه مردم ترک نمیکنن. یک ماه خانه همون در هجوم فقط برای خوردن. هیچ کدام هم باور که اگر یگان رفیق نزدیکش نیت زیارت نداشته باشد، اکثرش برای خوردن می رود که حاجی آمده است رفته یک پیاله چای بگیریم. این هم یک مشکلاتی هست که در مردم ما و شما پیدا شده است. پیش از رفتن باید که حتمی نان کنی، حالا که در یگان کتاب خدا خبر نداده است. یک برادر اینجا حالی مرا سوال تعجیلی کرده است که اکنون التماس همین جمعه همین سوال برای ما جواب بگردان. چی گفته است؟ میخوام در همین جد با همین سوال انشاءالله صحبت انجام میتیم. داملای عزیز و حقیقت رسان ما را بابای مخصوم محله من گفت که در دسترخوان جمع کنی باید خون کنی، یعنی بز یا گوسفند کشی. آیا چیکار کنی؟ این شم از جمله همون بدعت هاست. دسترخوان جمع کنیش چی است؟ یک سال دراز همون بیچاره را خوردیم، یک سال دراز چیلم خوردیم، هفتم خوردیم، بیستم خوردیم، آلی 6 ماهگی برآوردن 6 ماهگی خوردیم. باز دسترخوان جمع کن. این دسترخوان جمع کنیش در کدام کتاب است؟ پدرای عزیز، برادرای مهربان، به خدا قسم از من ملال نشوین. همه اینها گناه هستند، گناه، اینها ثواب نیستند. بابای مقصوم من نمیدانم کی هست. این بابای مقصومش با یک شکمچران دیگر از کسی باشد. این بابای مقصوم نیست. این بابای مقصوم نیست. این بابای معصیت است، بابای گناه است. دسترخوان جمع کنید باید که مال بکشین شما، باید که خون کنین شما. همون پنجشنبگی هایی که خوردیم، همون آخرش که آمد، همون خاندار خبر تیاد که همین آخران پنجشنبگی بچه‌ام به همین دعا کنین، بس که هیچیم نمان. تمام بچه‌ام رسیه برسیه و خودم قشاق شدم، بیایم بس کنیم به همین دعا بتین. این از بهترین صورتش. مردمان هم بیچاره در آزار و زنده ها هم در آزار و چی خراجات های ناجات، چی خراجات های بیهوده. کدامی شما اگر همه بیچاره های نمی گذراندگی هستین خودتان میدونین، حال پنجشنبه گذرانه و حال چیلکن و هفکن و حال دسترخوان جمع کنه همه میدونین چی احوال دارن. افسوس که یگان دستگیر نداریم ما تا که مبارزه به همین بدعت‌ها بریم، نداریم دستگیر. دلمان میسوزد، بیچاره باور کن یک جوان میاد گریه میکند. چی میگد؟ میگد که مرا سر سال همون پدرم آمدگی است، مادرم مجبور دارد که یک بقه میکشی. میگم ندارم آخی، ندارم، چند نیست همون پول. میگد داری نداری، 1000 همسایه به ما میخنده. برای یک مال بکش که بسیار ناخوب میشود. همسایه بخندد میلش، لیکن غضب خدا را ما و شما تماما پروا نداریم که خدا بالای ما غضب میکنه. خدا در قرآن میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. همین خدای مهربان، خالق که همه ما و شما، هیچ بنده را از قوت زیاد دیدم و تکلیف نمیتون قد قوتش. لیکن ما و شما یک دیگر را چیکار کردیم امروز؟
تله و تاراج میکنیم. دسترخوان تا جمع کن که فلانی گفته است که باید مال بکشی، یا اینکه حاجی آمده است یا می رود باید که حتمی بیچارت پیش هم باید نان کند، باز از آمدنش ماهاش قطعی خانه او را ترک نمیکنه. امروز هم بعضی از اون برادرای ما و شما از همین شم میترسند، میگه چی یک پولی حج صرف کنید، چی یک پولی مردم نان دادن. رسول اکرم گفتند در کدام اگر از این احد حرمین یا مکه یا مدینه کدام از شما گذشتین، در روز قیامت امر الهی میشد که شما وارد جنت شوید که شما را خداوند هیچگاه پرسان نمی کند. شما را دیگر از عمرتان از عملهاتان خدا نمی پرسیده است. خوش به حال همون برادرای حاجی که یعنی میان کمر همت بستند و رفته حج کردن. یک بار در عمرتان حج کنیم بس، یک بار. من طرفدار همون یک بارش هستم، زیرا که در گردن همه ما و شما یک بار فرض است، یک بار. دویم بار سوم بارش میلش اگر مثال خوب میشد که در همسایه‌داری هر کسی را که مثال دست میگیری خوش به حالت. کسانی که دویم حج و سوم حج اگر ناکرده و پولی همون دویم حج سوم حج در مثال ملکش و در همون محلش اگر صرف میکند برای آدمای بیچاره، خوش به حالشان. این ده انشاءالله ثواب خیلی زائد و کلان میگیرند. و پنجم ارکان اسلام ما چی است؟ و صوم رمضان. این ماه مبارک رمضان است که ماه اکتبر، البته رمضان به ما و شما می آید و ما و شما اگر روزه این ماه را که روزه داشتیم، رسول اکرم الصوم جنتون، این روزه برای شما سپر می شود نزد آتش دوزخ. این پنج ارکان هست که باید که هر یک فرد مسلمان اگر انجام داد، کلمه شهادت است، 5 وقت نماز است، دادن زکات است، دادن رفتن حج است و گرفتن ماه مبارک رمضان است. در کسی همین 5 چیز باشد و این مکمل مسلمان است و اسلام او هیچ نقص و هیچ خطری هم ندارد. زکات هم در یک سال یک بار است، از این سال به این سال یک بار زکات میتین. $1000 باشد 25 دلار، باز زیادتر باشد از روی همین حساب چکار میکنید؟ حساب کرده و دادن میگیرین. انشاءالله در مالتان هم برکت میشود، در عمرتان هم برکت میشود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اینجا الحال یک برادر ما نعمت الله هم یک قالین زکات آورده دادن و گفتن در حق من دعا کنید خدای مهربان این گونه جوانها را باز هم صفشان زیاده بگرداند و توفیقشان خدای مهربان رفیق بگرداند و خداوند غیرت هر یک مردی پولدار و مالدار بیدار کند تا که یک برادری خودش را، یک خیش قومیت خودش را به مال زکاتش دستگیری کند. خداوند زکات این بنده خدا به درگاهت مقبول بگردان و مراد و مطلوبش خدای مهربان حاصل بگردان. و اینجا بابای حاجی سید حامد باز 20 سامانی در همین مسجد خیر کردند و 10 سرچاک و بعضی یاردم ها در همین داخل طهارت خانه آورده دادند که در حق من دعا کنید. و اینجا یک برادر فردوس هم 5 سامانی صدقه کردند. خدای مهربان این خیر احسان ها را به درگاهت مقبول بگردانی و به هر مراد و مطلوبی که خیر احسان کردند خدای خیر احسانشان به درگاهت قبول بسازی و گذشتگانشان خدا رحمت و مغفرت بگردانی و دیگر برادرایی که خیر احسان ها میکنند و کردند خدا این خیر احسان ها را هم به درگاهت مقبول بگردانی و سبب خوشنودی روحانیت ارواحشان بگردانی و این جمعیت ما را پروردگارا این ثواب امر معروف و نهی منکر را در نامه اعمالشان کتابت بفرمایی و خدایا محبت اینها را نسبت خودت، پیغمبرت، اسلامت باز هم زیادتر بگردانی. ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. اینجا یک برادرم خیر کردن، گفتن که نام من ارکین است، نام من ارکین است و میخواهم که نام من را عبدالله گذاری. از شما داملای عزیز خواهش دارم، رحمت به شما. انشاءالله خیلی همون نامی که شما عبدالله گذاشتین بهترین نام
رسول اکرم گفتن عبدالله و عبدالرحمن است. اینا بهترین این نام ها هست. از این خاطر کسی که اگر مثل این برادر ایرکین و دیگر نام هایی که دارن که اونا هیچ به نام های کتابی موافق نیست، نام هاتون فقط مرد باشد، اولش عبد داشته باشد، غیر نام عبدالرسول که عبدالرسول نام غلط است. غیر نام عبدالرسول دیگر هر نامی که عبدالرشید میمونین، عبدالقهار میمونین، عبدالودود میمونین. خب اینها نام های هستند که نام های کتابی هستند. از این خاطر با این نام ها نام هاتون تغییر بتین. انشاءالله در روز قیامت شما با این نام ها فریاد کرده میشه. عیب است که در روز قیامت مثال فرزند مسلمان به نام مثال نوروز فریاد کنند، به نام خورشید فریاد کنند، یا به نام جمشید فریاد کنند، یا به نام مثال تیشه فریاد کنند، به نام خاک و به نام دیگر. اینا عیب هستند. نام ها را باید که البته همه ما و شما نام های کتابی بگذاریم و فرزندهایی که تولد می شود نام هاشون هم نام های کتابی بگذاریم، زیرا همه پدر و مادر مسئول هستند. اگر شما نام های حاضر زمان مانین، شما در نزد خدا گناهگار هستید. یعنی شما در حق همین فرزند، حق همین فرزندتون پایمال کردگی است و روز قیامت انا همین فرزند گریبانگیر شما میشد که چرا مرا نام کتابی نگذاشتی، چرا مرا در همین محشرگاه شرمنده کردی. خدای مهربان این بنده ای که الحال نام خودش به عبدالله تغییر داد، عبدالله این بنده خداست، خدای مهربان این بنده اساسی بگردانی و عمرش دراز و تنش صحت و خیرش خدا به درگاهت مقبول بگردانی. آمین یا رب العالمین.